سلام، با آموزش ذخیره کردن پسورد داخل وینرر در خدمتتون هستم. هر بار که بخوایم فایلی رو اکسترکت کنیم باید روش کلیک کنیم، حالا یا با کشیدن یا با راست کلیک کردن و زدن گزینه اکسترکت از ما پسورد میخواد که ما هر بار باید این پسورد رو وارد بکنیم و یا از یه جای دیگه کپی بکنیم اینا، یا اینکه میتونیم بیایم اینجا داخل لیست پسوردامون اینجا ذخیره کنیم. این کار چجوریه؟ به این صورتی که اول میایم پسوردی که رمز فایلی که یا پسوردی که هست رو کپی میکنیم، هر طوری که حالا بخواید میتونید اکسترکت کنین، از اینجا بکشین بیارین اینجا، یا حتی راست کلیک کنین و کسایی که ویندوز زده رو مثل اینجا اکسترکتر بزنن. خب حالا برای اینکه بخوایم پسورد اینجا برای دائما ذخیره بشه داخل وینررمون، میریم رو قسمت اورگانایز پسوردز، اینجا گزینه اد رو میزنیم و پسورد مورد نظر رو پیست میکنیم، یا میتونیم به صورت دستی وارد کنیم. گزینه اوکی رو میزنیم و میبینیم که اینجا اد شده برای ما pcdownload.com. گزینه اوکی رو میزنیم و اینجا از این منوی کشویی تو گزینه اینتر پسورد میایم و گزینه pcdownload.com انتخاب میکنیم. و همین راحتی هر بار که بخواید برای اکسترکت کردن این فایل انجام بدین، پسورد دیگه اونجا ذخیره است و میبینین که بله پسورد اینجا هست و راحت میتونین از همینجا پسوردتون انتخاب کنید.